این کباب کف بازاره. به به، رنگو ببینید. اگر برای سیب زمینی و تخم مرغ آبپز، در واقع یک لقمه نوستالژی کف بازاری اصطلاحاً، میخواید از سیب زمینی استفاده کنید، حتما سیب زمینی‌های کوچیک باشه توی این سایز که خیلی خوشمزه تره. دو اینکه پوستش کاملا شسته بشه اگر با پوست میخواید استفاده بکنید، و یه سری سیب زمینی‌ها هستن که پوست یک دست دارن، با کیفیت تر هستن. توی بعضی از فصل‌ها میبینیم، قبلا زمستون‌ها بیشتر بودن، گاهی وقتا تابستون هم این نوع سیب زمینی‌ها هستن. حتما پوستشو کامل بشورید و با پوست سرو کنید. غالبا حالا برای پوره هاتون میخواید استفاده بکنید، سیب زمینی آبپز میخواید استفاده کنید، سیب زمینی تنوری میخواید استفاده کنید، چرا که این پوسته که غالبا دور ریخته میشه سرشار از آهنه، مخصوصا برای ما خانم ها که آهن نقش بسیار مهمی داره. پتاسیم فراوان داره، ولی اگر منع مصرف پتاسیم دارید سیب زمینی رو دور بریزید. اما اگر مشکلی با مصرف پتاسیم ندارید، حتما به خاطر آهن و پتاسیم که بسیار بارز هست در پوست سیب زمینی، حتما با پوست سرو بکنید. حالا سیب زمینی هایی که کاملا پخته شده و توضیح دادم که پوستش کاملا شسته شده، چون من میخوام از خواص پتاسیم و آهنش بهره ببرم. یک صفحه چدن، یک تابه‌ای که ترجیحاً چدن باشه، به قدری روغن، میتونید از روغن زیتون یا کنجد استفاده بکنید. من از روغن ارد کنجد استفاده کردم. و قدری کره. وقتی مقداری گرم شد، سیب زمینی ها رو قرار میدیم. یه مقدار فشار روی سطح سیب زمینی ها میدیم به همین اندازه. حتما این روش رو امتحان کنید، همین که طعم کره به خوبی به خورد سیب زمینی ها میره و اینکه با پوست هم بسیار خوشمزه است. حالا غالبا پوست رو میگیرن، ولی برای سیب زمینی تخم مرغ با پوست هم خواصش رو بهره میبریم در کنار پروتئین تخم مرغ، و همین که طعم خیلی خوبی داره. برای طعمسازی حتما از ادویه‌های خوشمزه استفاده کنید. من از سیر و سبزیجات استفاده میکنم، فلفل کلاسیک، نمک با نمک و ادویه‌های مخصوص سیب زمینی. طعم فوق‌العاده‌ای داره، پیشنهاد میکنم حتما با این ادویه‌ها تجربه کنید. حالا شما میتونید تقسیم کنید به تعداد اعضای خانواده‌تون و هر کدوم رو با هر طعمی که دوست داشتید مزه‌دار کنید. من یه قسمتش رو میخوام با پودر سیر طعمسازی کنم که ریحان بانو سیر رو دوست داره. من برای ایشون سیر ریختم. چه عطری هم داره این سیر. حالا کمی هم نمک میزنیم. نمک با نمک هم ایشون خیلی دوست دارن و منم خیلی دوست دارم، البته فوق‌العاده است. اینم از نمک با نمکمون. و اما فلفل کلاسیک بی‌نظیرمون که طعم فوق‌العاده‌ای میده، کاربردهای فراوانی داره. لابلای ویدیوها به زودی از خواص و کاربردهاش براتون توضیح میدم. همین الان عطر سیر و سبزیجات و فلفل کلاسیک کاملا به مشام میرسه. رنگو ببینید. حالا با توجه به ذائقه خودتون میتونید روی یک قسمت ادویه سیب زمینی که بر پایه پیاز جعفری هست اضافه کنید و یک قسمت از ادویه سیب زمینی که بر پایه پاپریکا هست و هر دو طعم فوق‌العاده‌ای دارن. به به، چه عطری داره. این مزه هایی که اضافه کردیم به سیب زمینی در واقع امضای کار و تکنیک لقمه کف بازاریه. هر نفر 2 تا دونه تخم مرغ که حسابی پروتئین بدنتون هم تامین بشه. حالا اگر دوست داشتید میتونید از ادویه ها یه مقدار روی تخم مرغ ها بزنید. به دلها فلفل کلاسیک، ادویه های سیب زمینی رو اضافه کنید.
اصل کارم این نونای سبوسدار سنتیه که هم اینجوری گرم میشه هم طعم میگیره. با ریحون تازه این لقمه ها خیلی خوشمزه تره.